سلام بیننده گرامی، امروز سه‌شنبه 21 ایول ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. عید قربان در تاجیکستان روز جمعه 31 ایول تجلیل خواهد شد. آژانس ازپیلوس در تکیه به مرکز اسلامی تاجیکستان در این رابطه خبر داد که عید قربان روز جمعه هفته آینده فرا می رسد. این روز در کشور روز استراحت خواهد بود. بنابر خروج پاندمی کرونا ویروس امسال به مناسبت عید قربان نماز عید دست جمعانه برگزار نمی شود. عید قربان جشن است که در روز 10 ذوالحجه پس از 2 ماه و 10 روز عید فطر جشن میگیرند. در عید قربان مسلمانان جهان به سفر حج رفته زیارت خانه خدا را به جا می‌آورند، لیکن امسال آن میسر نخواهد شد. عربستان سعودی برای پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس ادای مراسم حج فرضی را برای مسلمانان سراسر دنیا در سال روان بیکار کرد. در تاجیکستان جشن عید قربان معمولا با نماز عید در تمام مسجدها شروع می شود. روز عید پس از ادای نماز مردم به دیدار خویش و اقربا و برای دعا و فاتحه سر مزار گذشتگان خود می روند. بهره پیشواز مهمانان در خانواده دسترخوان عیدانه آراسته می شود. خبرها را از تاجیکستان دنبال می کنیم. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک گفت در پی سرایت پاندمی کرونا ویروس بسته شدن راهها انتقال مبلغ مهاجران مهنتی از روسیه به کشور طریق این بانک کاهش یافت که تاثیر خود را به اقتصاد کشور رسانیده است. وی گفت انتقال پول مهاجران مهنتی در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته 20% کم شده است، ولی درباره حجم مبلغ فرستاده مهاجران به پرسش‌های با تکرار خبرنگاران پاسخ نداد. در حالی که مقامات در تاجیکستان از افشای آمار انتقال پول مهاجران سرپیچی می‌کنند، بانک مرکزی روسیه منتظم در این باره اطلاع می‌دهد. بانک مرکزی روسیه خبر داد که در 3 ماه اول امسال مهاجران به تاجیکستان 359 میلیون دلار فرستادند و این در مقایسه به همین دوره سال گذشته 103 میلیون دلار و یا 22% کمتر است. تاجیکستان پایان سال 2019 مرکز یگانه انتقال پول را تأسیس داد که در نتیجه اکثر نظام‌های انتقال پول از آن کنار ماندند. حالا تنها شبکه وسترن یونیون یونستریم و کانتکت در کشور فعالند. این در حالی است که شبکه کانتکت میگوید انتقال مبلغ به تاجیکستان در ماه ایون در یک بیانیه مطبوعاتی که همیان الکترونی کیوی نشر کرده است، سرگئی نستوروف رهبر شبکه کانتکت گفته است انتقال پول به تاجیکستان نه تنها به حالت اوله برگشت بلکه 817% افزود. 2 طبیب در منطقه کولاب از بیماری کرونا ویروس یا کووید 19 و 12 تن دیگر از بیماری التهاب شش افتیده‌اند. اسکندر شاه میرزایف معاون سردار ریاست تندرستی منطقه کولاب روز 20 ایول در نشست خبری گفت که در منطقه کولاب 14 کارمند ساحه تیپ افتیده‌اند. میرزایف که از این میان 14 نفر 2 نفر به بیماری کووید 19 و باقی مانده از التهاب شش افتیده‌اند خبر داد. ضمناً وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در یک شبانه روز گذشته 43 مورد نو سرایت بیماری کووید 19 را آشکار کردند و در عموم در کشور 6921 نفر به این بیماری گرفتار شدند. در بیانیه رسمی وزارت از روز 20 ایول که در وبسایت آن نشر شد آمده است که از حساب بیماران 5629 نفر یا بیشتر از 81% آن شفا یافتند. کرونا ویروس نو به گفته وزارت تاکنون جان 57 نفر را گرفته است. وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه 20 ایول رمزان قادیروف رهبر جمهوری خودمختار چچنستان را برای نقض حقوق بشر از جمله شکنجه تحریم نمود و سفر او به امریکا را منع کرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه گفت رمزان قادیروف رهبر چچنستان و از متحدان ولادیمیر پوتین از پهنشوی کرونا ویروس همچون بهانه برای نقض حقوق بشر در این جمهوری خودمختار استفاده می کند. آقای پامپئو افزود وزارت خارجه معلومات مفصل و معتبری دارد که ثابت می کند قادیروف مسئول نقض شدید حقوق بشر از جمله شکنجه و قتل‌های خودسرانه و غیر قانونی است. رمزان قادیروف روز دوشنبه با نشر عکس با چهره خندان در صفحه تلگرام خود نوشت پامپئو مبارزه را میپذیریم. این جالب خواهد بود. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به تحریم قادیروف در فیسبوک نوشت جبران این اقدام دشوار خواهد بود ولی یک فکر خواهیم کرد.
طبق این تحریم همسر و دختران رمضان قادروف نیز اجازه سفر به امریکا نخواهند داشت. رمضان قادروف پس از پایان دو جنگ خونین بین نیروهای روسیه و جدایی طلبان و اسلامگرایان در سال 2007 رهبر چچنستان شد. حکومت روسیه ادعا می‌کند که رمضان قادروف در سرکوبی اسلامگرایان مخالف حکومت و تندرو در این منطقه نقش مهم ایفا کرده است، ولی حامیان حقوق بشر او را مسئول سرکوب‌های گسترده و نقض شدید حقوق بشر می‌دانند. 5 بازیگر پختکار به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدند. آزمایش 5 بازیگر هیئت اساسی باشگاه فوتبال پختکاری تاشکند قهرمان ازبکستان 2019 برای بیماری کرونا ویروس نتیجه مثبت داد، خبر داده سامانه رسمی باشگاه. با معاین کردن شخصان مبتلا به پاندمی کرونا ویروس در کشور ما، بازیگران و کارمندان کلوب فوتبال پختکار پیوسته از سنجش می‌گذرند. زمانی که 5 بازیگر خود را بد حس کردند برای کرونا ویروس تست سپاریدند و نتیجهشان مثبت شد. بازیگران و کارمندان باز یک سنجش گذاشتند، گفته شده است در خبر سامانه باشگاه پختکار. همزمان 5 بازیگر مبتلای بیماری کرونا ویروس جدا کرده شده، تبابت آنها آغاز یافت. بازیگران تحت نظارت دائمی طبی قرار داشته با تمام تجهیزات ضروری تامینند. در برنامه اخبار آزادی بینندگان عزیز امروز گزارش داریم درباره تخریب چندین خانه‌های نوساخت در موضع دیودری ناحیه ورزاب کنار شهر دوشنبه. ساکنان میگویند برای استفاده زمین سند دارند، اما مقامات سندها را تقلبی خوانده به این محله بولدوزر فرستاده تلاش دارند زمین به حالت اول برگردانیده شود. همکاران ما به این موضع رفته با ساکنان و جانب‌های دیگر صحبت کردند. منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی در این رابطه گزارش خواهیم داشت. و بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و آنا کلاسیک همراهی کنید. ما منتظر همکاری با شما هستیم. خدا نگهدار.